خب همونطور که قبلا گفته بودم در مورد سرویس هایی که ولتاژ در اختیار ما قرار میده قرار شده ویدیو بذاریم که به چه دردی میخوره و چطور ازش استفاده بکنیم. ببینید شما اگر بخواید یک نود لایتنینگ برای خودتون اجرا بکنید که از طریق اون بتونید یه سری کارها رو انجام بدید، مثلا بیاید و پرداخت های بیت کوینی رو بپذیرید. مثلا سایت بیترفیل اومده اینجا، شما دقیقا میتونید ببینید شخصی اگر میخواد مثلا کارت پلی استیشن بخره میتونه بیاد اینجا پولش از طریق بیت کوین بده، یا اگر بخواد هتل رزرو کنه بیاد کارش رو انجام بده و پولش رو با بیت کوین بده. امکان داره شما هم بخواید یه همچین کاری انجام بدید، یعنی یک درگاه پرداخت برای خودتون بذارید که افراد که دسترسی ندارن به واحد پول شما بتونن به شما پرداخت داشته باشن و خب در نتیجه بازارتون گسترده تر میشه. پس میخواید الان یک نود لایتنینگی داشته باشید که پرداخت هاتون رو از اون طریق انجام بدید، یا اینکه میخواید یک نود داشته باشید و از طریق والت هایی که مدیریت نود های لایتنینگی میکنن مثلا زئوکس یا بیت بنانا هم فکر میکنم این کار انجام بده، بهش وصل بشید و یک والت غیر امانی لایتنینگی برای خودتون داشته باشید. یا اینکه بخواید مدیریت بکنید لیکویدیتی یا نقدینگیمون نود لایتنینگیتون رو، اون وقت هستش که شما باید بیاید از یه همچین سرویس هایی مثل ولتاژ استفاده بکنید. البته سیستم های دیگه هم هستش مثل بلاک استریم که میاد و به شما LSP میده که جلوتر میبینیم چی هستش و اومده یه سری کارها هم کرده. مثلا اینجا داره میگه با فلان ولت من اومدم و این کار رو کردیم با ولت بریز. پس هدف این شد، برای چه کسی این ویدیو مناسبه، هدف این شد که شما ببینید چطور میشه یک بک درست کرد، یک پشتوانه درست کرد برای سیستمی که میخواید طراحی کنید بر مبنای لایتنینگ. حالا شما برای پذیرفتن بیت کوین یا برای داشتن یک والت غیر امانی میتونید برید و یک سخت افزار بگیرید، روی اون سخت افزارتون بیاید مثلا بیت کوین کور رو نصب بکنید، یک نود رو راه بندازید، نودتون رو بذارید سینک بشه و بعد حالا یا فول نود باشه یا هرسش بکنید، روش یکی از اجراگرهای لایتنینگ رو اجرا بکنید و بعد روش سرویس های لایتنینگتون رو پیاده سازی بکنید. اما نکته‌ای که هستش هم هزینه‌ای به شما تحمیل میشه، برای اینکه خب شما باید یک سرور بگیرید یا اینکه بیاید و روی برفرض VPS هایی که اجاره کردید این رو ران بکنید که خب مستلزم هزینه است. علاوه بر اون باید یک دانشی هم داشته باشید که بتونید یکی اینها رو نصب بکنید، حالا یا از طریق داکر یا از طریق سورس نصبش بکنید، بعد مدیریتش برای شما سخت هستش و همه اینها رو این سیستم های این شکلیه مثل ولتاژ اومدن و با یک هزینه‌ای که میگیرن ماهانه در اختیار شما قرار میدن. آخرین دست افرادی که میتونن از این سیستم ها استفاده کنن و این ویدیو هم شاید به دردشون بخوره، افرادی هستش که علاقه‌مند هستن میخوان ببینن که چه اتفاقی داره اون پشت میفته تو سیستم لایتنینگ. کانال یعنی چی، ظرفیت برداشت یعنی چی، ظرفیت واریز یعنی چی، چجوری مدیریت میکنن اینها رو و اون پشت اتفاقاتی داره میفته. این سیستم ها برشون خوب هستش چون که تقریبا همه کار رو انجام داده و فقط یک در اصل واسط کاربری به شما میده که شما بتونید ببینید و مدیریت بکنید یه سری چیزها رو که بخواید. البته میتونید با اگر هم برنامه‌نویس هستید API هاشو کال بکنید و توی اون برنامه هایی که مثال زدم براتون، مثلا شما
یک سایتی دارید که برفرض یه بازی میفروشه، اون بازی رو میخواید آنلاین پولش رو بگیرید، بتونید خودتونم کدش رو بنویسید. در هر صورت برای استفاده کردن از یه همچین سرویسی، خب اولین کاری که میکنین یک حساب داخلش میسازید. برای ساختن حسابم چیز خاصی نمیخواد، یه ایمیل و پسورد رو میدید، براتون یه ایمیل تایید میفرسته، کدش رو وارد میکنید و من این کار رو انجام دادم. وارد همچین صفحه میشید، من کلیک میکنم. خب اینجا ما در ابتدا هیچ چیزی نداریم. من یک نیو اینستنس میسازم، یه نود لایتنینگی میتونم برای خودم بسازم، یه کور بیت کوینی میتونم برای خودم راه بندازم، یه درگاه پرداخت BTC پی سرور میتونم راه بندازم. اینو قبلا یه ویدیو کامل در موردش گذاشته بودم که چطور میشه ازش استفاده کرد، ولی الان بحث ما در مورد لایتنینگ نود هستش. نود لایتنینگی کلیک میکنم روش، استاندارد نود رو انتخاب میکنم، مین نت باشه حتما. میتونید با تست نت هم کار بکنید ولی من مین نت میذارم و کانتینیو. میگه که یه اسم بدید به نودتون، من همین اسمو میدم، تراست تو بیت کوین. پسوردش هم همینو میذارم. چون که اینجا این کیف پولی که الان داره ساخته میشه کیف پول غیر امانی هسته، شما میتونید اگر قبلا هم داشتید 24 کلمه والت لایتنینگیتون رو اینجا وارد بکنید، این گزینه ریستور رو بزنید، کلماتتون رو وارد بکنید، فاند آنچینتون برمیگرده. بعدم حالا بکاپ ها رو اگر بارگذاری کنید امکان داره که برگرده فاند داخل کانال هاتون، امکان داره بر نگرده. البته اینجا خودش که روش کلیک بکنیم به ما میگه که فورس کلوز میکنه کانال ها رو و به این شکل میبندتش. این الان چون جزء بحث ما نیستش من این رو زیاد روش مانور نمیکنم. فرض ما برای این هستش که میخوایم بیایم یه دونه نود جدید بسازیم، اسم رو میدیم، پسورد رو میزنیم. این پسورد بعداً دوباره وقتی بخوایم داشبورد رو آنلاک بکنیم هر چند مثلا دقیقه یک بار اینو باید یادمون بمونه. خب ایجاد که بکنیم یه مقداری زمان میبره تا نود رو بیاد و ایجادش بکنه و به شبکه اعلام بکنه که من هم اومدم داخل نودهای موجود و چند تا پیر بهش وصل بشن و اون ستاپ اولیه چند دقیقه طول میکشه تا این کار رو داره انجام میده. یه توضیحی من بدم. بعد از اینکه این نود ساخته شد ما این نود بیت کوینی داریم، اما نمیتونیم چیزی بهش بریزیم و چیزی ازش برداریم. ببین اینجا ساخته شد به همین سادگی که دیدید. بچه‌هایی که قبلا نودهای شخصی داشتن میدونن که این چقدر درد سر بود و چقدر اذیت میشدید تا شما تا به همینجا برسید. با چند تا کلیک براتون ساخت و چه ابزارهای خوبی هم در اختیار ما قرار داد، مثل تاندر هاب، مثل الامبیت و واقعا اینا نصبش برای یک کاربر عادی غیر ممکن نبود ولی خیلی زمان بر بود و خیلی باید شما درگیر مسائل فنی می شدید و تازه مسائل امنیتی به کنار و اینها رو می آوردید بالا. ببین الان اومد بالا، پابلیک کی رو به من داد و پورت های رست و سایر موارد، نسخه الندیشم اینجا به هم میگه و میتونیم ازش استفاده بکنیم. من میرم تو قسمت پیرس ها، ببینید الان به همون اینا هم وصل شدن. یه نکته دیگه ای که باید مد نظر داشته باشید، حالا من میگم اینا چی هستش جلوتر. این نود به وجود اومد اما الان ما نمیتونیم بهش واریز داشته باشیم یا برداشت داشته باشیم چون که کانالی نداریم. شما وقتی از یک والت امانی مثل والت آف ساتوشی استفاده میکنید
همین که اکانتتون رو میسازید خود به خود یک کانال ایجاد میکنه که حد اکثر ظرفیت واریز بهش فکر میکنم 5 بیت کوین باشه. آخرین چیزی که من یادم 5 بیت کوین بود، شاید عوض شده باشه. و میتونید شما بریزید بهش، شروع کنید بریختن. پس خودش بهتون یک ظرفیتی میده که شما میتونید بنابر اون ظرفیت که متغیرم هستش همینجوری شروع کنید بهش بیت کوین لایتنینگی ریختن. اما اینجا ندارید اون کانال رو. اگر بخوایم خیلی ساده تر بگیم، شما باید یه جایی داشته باشید که اون جا بیاد بیت کوین های شما بشینه تو اونجا. اون جا رو ندارید. بعد که اون جا رو داشتید میتونید بریزید. ندارید، فقط شما یک نود هستید که توی شبکه هستش و 3 تا هم مثلا پیر بهش وصل شدن، ولی نمیتونید شما بهش واریز بکنید چیزی و بردارید ازش. برای اینکه اولین کانالمون رو بسازیم به این شکل، خودش به من میگه که من در ابتدای کار یک کانال میتونم برای شما بسازم با ظرفیت 500,000 ساتوشی. میخوای این رو برات بسازم؟ میگم بله لطفاً. ساخت کانال این شکلی هستش که اون میاد و به صورت آنچین. حالا یه خوبی هم که داره این هستش که ماکسیموم در از فی رو در اون دقیقه میگیره و همون ماکسیموم رو میپردازه. یعنی حدوداً 10 دقیقه اینطورا بیشتر طول نمیکشه ساختن این نوده. یعنی فی رو پایین نمیذاره که شما حالا صبر بکنید تا اون اتفاق بیفته. نه، فی رو خودش میگیره از منپول و این ماکسیموم رو میذاره. پس زود ساخته میشه، زود که حدوداً 10 دقیقه حداقل. پس من صبر میکنم تا این ساخته بشه. بعد که این ساخته شد ما دیگه میتونیم به این نود خودمون شروع بکنیم به ریختن بیت کوین لایتنینگی. اگر میخواستیم از این شیوه استفاده نکنیم، آیا میتونستیم بدون کانال هم از نودمون استفاده بکنیم؟ جواب این هستش که باید من گوشیمو سایلنت میکردم. جواب این هستش که بله، با LSP ها هم شما میتونید. حالا جلوتر میبینیم گزینه LSP هم هستش که میتونید بله شما با یک LSP بیاید و بدون کانال نودتون رو ازش استفاده کنید. اون LSP خودش یه فی رو میگیره از شما و هر بار میتونه براتون یک کانال ایجاد بکنه. پس من یه مقداری صبر میکنم تا این کانال ساخته بشه و بعد بیایم و ادامه کارمون رو باهاش انجام بدیم. حالا تا این کانال میاد و ساخته بشه، یه گزینه‌ای داره سرچ، این رو من فعال میکنم. باز این یه چیز خیلی جالب و عالی هستش، این که شما اگر نود بیت کوینی داشتید میدونید که چقدر این قضیه مانیتور کردن این عذاب آوره. یعنی این که شما بیاید و ببینید که نودتون در چه حالتی هستش. اگر آفلاین شد مثلا برای شما یه پیغام بفرسته، شما ابزار مانیتورینگ روش دستی نذارید یا اینکه از ترد پارتی های دیگه استفاده نکنید. این خیلی اذیت میشدید شما. الان با این ابزار و وقتی که فعالش بکنید داخل فیت که برید، همه گزارشات رو براتون میاره. حالا میبینید که اینجا یه پندینگ لایتنینگ چنل اوپن داره، یه کانالی باز میکنه که در حال پندینگ و هنوز وریفای نشده آنلاین. من ببینم
تیکس آیدیش رو اگر پیدا بکنم، تیکس آیدی اینجا هست ولی فکر نمی کنم که بله با 3 نقطه آورده. اینجا باید باشه. بله این هستش. خب همونطور که میبینید این آن کانفرم هستش اینجا و دیویست و 18 ساتوشی. فی بالایی هم گذاشته براش. اوکی در هر حال دستش درد نکنه، خیلی فی خوبی گذاشته برای اینکه زود کانفرم بشه و این هم زمانش هستش. اوکی صبر میکنیم تا این کانفرم بشه برای اینکه کانال ایجاد بشه و ما بتونیم باش کار بکنیم. حداقل 3 تا کانفرم باز شدن کانال رو ما میخوایم، پس باید صبر بکنیم تا این اتفاق بیفته. من یه وقفه ایجاد میکنم تا کانال باز بشه و برمیگردیم و بقیه این امکانات رو با هم دیگه بررسی میکنیم.